جمعه که میشه تو بوشه روزه قلیه مویی سوزی مویی یا همون گشنیز خشی تازه میارین خونه، ریزش میکنین، اینقدر تمرن در حدود 100 گرم میارین تو او میخیسونین 4-5 نفر بسنه. و این هم موی زمین کنن. زمین کن یکی از مویای مخصوص قلیه هست. یه گوشتش کش استفیدن بوشهره قدیمی های فهم ما چه میگم. خب یه پیاز ولمه خشی میکنین، پیاز کو که سرخ شد سوزیکو اضافهش میکنین، سوزیکو هم برین تا خوب سرخ میشه، زکو زیرش نیمکش میکنین که سوزی تو نسوزه. اینا نکات ریزش نا این عدو مدیو هم میزنین و فلفل و دوباره زیرش نیمکش میکنین، همبار یواش این سوزیکو جا بیافته زیرش تون نکنین. یا سیرکو هم خوب سیر بزنین نیست که یواش داره سوزیکو سرخ میشه. سوزگات که سرخ شد با سیر تا تشکیلات بمب ریزت، حالا موینات اضافه کنی. بعضی موی آخر میندازن. روش اصل قدیمیش این. ما معتقدیم که ساکی موی بگیره، اینطوری بهترن. خب موینات دو تا غلطش که دادیم، حالا او تمرکو میاریم اینجا ریش گلب میکنیم. او تم که زیرش گلب کردیم به این شکل زیرش زیاد بکن تا به درجه غل برسه، به جوش برسه. به جوش که رسید حالا سی میکنی غولهای ریز یواشکی باید بزنه. این هم که رختیم شنبلیله خشک بی، این هم کمی آرد کوچیکی بی رختیم ریش و زیرش نیمکش که تا خش جا بیفته و ریش کاغذک بزنه. سی سفره بکه ها، سی که شورشن پاک کردیم ها، هوبی سرتا کله مایی که سرش دوان برونش سی قلیه بنازمت داغت نبینم چورم بوا بیداد میکنه، غوغا به پاک کرده اصلی امروز حلیمویی ویرانت میکنه. یعنی وقتی میه اینجا میشینی کلن دیگه نری زمینی نری آسمون، فقط میخوای که شلالش کنی سی خوردن و آدم به رقص میندازه. یعنی دلت میخواد همزمان که یه مثل موسو یه لرزون ریزی که میری یه لقمه هم بری. این فلفلان با فلفل مرگوان آپشنشن. یعنی ما وقتی میخوایم که فلفلش ببریم بالا از یه آپشن استفاده میکنیم. آپشن بیو اینجا بوشهر بنداز بکش برونش.